حریفش ماتیاس کویوسیک از کشور استونیا فرا میرسد. داور مرکز داور درجه المپی ولادیمیر نیتسوبیدزه این رقابت را داوری خواهد کرد. ما از استعداد کامرانشاه استوپریان در رقابت‌های گذشته فصل‌های جودوی جهان و مخصوصا در گشتین ملی هم شاهد شدیم، دیدیم و در گشتین ملی در برابر حریفان خود از تاجیکستان نیز به نظر می رسید که فرم ایدئالی او پای بر جا هست. ولی ببینیم در برابر این ورزشگر استونیا آیا اجرای فنون یا همان اصول میکند یا نه وقت نشان خواهد داد. تکنیک یا حرکت چست و چالاکانه او خوب به نظر می رسد. در لحظه های اول کامرانشاه استوپریان را وحید سالیکی این مربی ایرانی هست که از کنار تاتامی یا همین گلیم همراهی میکند کامرانشاه برای اجرای اصول از سمتی، اما اجرای اصول از سوی ماتیاس رقم میخورد و زری ببینید اگرچه کامرانشاه موقع یا امکان داشت ولی این ماتیاس بود که پیش دستی کرد و اجرای اصول از سوی او بود. ورزشگر 28 ساله تاجیک کامرانشاه استوپریان در برابر حریف خود حریف 25 سالش ماتیاس کویوسیک که تجربه اشتراکش نسبت به کامرانشاه در صحنه رقابت‌های جهانی سست‌تر است. از گرند اسلم و گرند پری ها هیچ دستاوردی ندارد و جز از یک نشان و یک اصول پایزنی ایپان تجربه که گفتیم در برابر جوانی کار خود را میکند. بالاخره کامرانشاه استوپریان بسیار جذاب و دیدنی همان اصول پایزنی را با پای راست اجرا کرد. این را در نوارهای تدریجی در برنامه‌های تحلیلی مفصل با هم خواهیم دید. دوستان عزیز بسیار جذاب تجربه خود و استعداد خود را برای حریف کشید کامرانشاه استوپریان و به دور 4 یک نهایی راه خواهد گرفت. مبارک باشد.